سلام دوستان، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. خب خیلی موقعه که از این ویدیو نذاشتم، ولی به خاطر اینترنت دیگه نمیشه الان استریم کرد. تا ببینم استریمم درست کنم، بعد انشالله استریم کنیم. اگه شدم بازم انشالله تو استریمم میبینید ویدیوهای ما رو. خب مالتن سیتی که داده بودیم دیشب، به خاطر تو استریم بودیم، به خاطر این که چیه رفتن نشد دیگه استریم بذاریم. خب امروز به طور آفلاین ویدیو میگیرم و انشالله دیگه به طور آفلاین ببینیم دیگه. خب این پولی بود که داشتم میساختمش. کجا رفتم؟ من به کیبورد هنوز عادت ندارم. خب این پول یه چیزی کم داره، این بعد کم بره بالا، اینم بره بالا، بعد همینجوری بقیه رو ادامه خواهیم داد. روز روشن اینجا چیکار میکنی؟ که سفر هرمورم داره. خب ما نیاز به چوب داشتیم و خیلی چوبم برداشتم. فکر کنم برم درستش کنم. دیشب چون یوهی شد دیگه نشد ویدیو بذارم دیگه. میخوام الان درستش کنم. اینجوری که میبینید اینا رو میشکنیم و اینا رو یکم میبریم بالاتر. اینی که فکر کنم خوبه. این یکم پایین بود. خوب دوباره اینا رو بذارم. خب من اینا رو همه رو میخوام تا اونجا ادامه بدم. زمان میبره تو استریمه دیگه، با هم دیگه صحبت میکردیم، ولی الان چون آفلاینه نمیتونم باهاتون صحبت کنم. میخوام این قسمت رو بهتون نشون ندم، یکم زمان میبره، بعد انشالله بهتون نشون میدم چطوری انجام شد. خب برو درستش کن. 2000 years later. خب دوستان، بعد از کلی وقت اینو درستش کردم. این همون پولی بود که بهتون گفتم میخوام درستش کنم. بعد اینجوری درست میشه. مثلا این پله هاش اینجوریه، از بالا هم نگاه میکنیم، ولی این دو پله خیلی پایین رفتن، زیر آب هم رفتن. چوب خیلی لیاز داشتم، رفتم از اونجا همون فرم چوبمون بود، همه رو کندن دیگه. دوباره هم نکشتمش، 4 تا سپلین افتاده بود. اینم از پولمون از اینجا دیگه قشنگه و شب هم قشنگتر میشه. بعد یه چیز دیگه هم میخواستم درستش کنم، اونم لباسمه، ولی نمیدونم الان درستش کنم یا استریم. این پولو میخواستم بهتون نشون بدم که چطوری درست میشه ایناش، و یه نمایش شبیه هم اگه میخواید ببینید باید منتظر بمونم تا شب بشه. خب یه نمایش شبیه هم بهتون نشونش میدم، ولی الان برم اونا رو بردارم تا برم اون طرف بکشمش، اینجا فایده نداره. خب میبینم اتون بعدا. خب دوستان، الان دیگه شب شده و اینم نمایش شبیش که میبینید خوشگل شده و این روستا رو هم میخوام خوشگل کنم، ولی گاوا رو آوردم اینجا. بعد میخوام که گاوا رو انشالله یه جا واسه گاوا درست کنیم. بعد این چند تا میخواد، من بعضی از گاوا رو کشتم، ولی انشالله دفعه بعدی که ویدیو بعدی دیگه میذارمش. نمیخوام زیاد ویدیو طولانی بشن، به خاطر همین هم شما بهتر ببینید چیه درست میکنم، چه کار میکنم، و همین که وقت حجمتون نره دیگه. خب اینم از ویدیو امروزمون. اگه شد که استریم میکنیم، اگه نشدم باز ببخشید. خب اینم از این. یه ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهداری.